درود. با من یک جزیره دورافتاده با اهالی وحشی رو تصور کن. آنها به هیچ کس رحم نمی‌کنند و هر کسی که بهشون نزدیک بشه حمله می‌کنند. غاری که اگر در آن حرکت اشتباهی انجام بدی برای همیشه در اونجا حبس خواهی شد و جاده دیوانه‌وار کننده که اگه بخوای ازش عبور کنی باید شهادتتو بخونی. اینا فقط 3 تا از مکانهای معروفی هستن که بهت معرفی کردم. امروز میخوایم گشتی در میان عجیبترین و ترسناکترین مکانها بزنیم. با ما همراه باشید. نام این گیاه ستاره باغ‌سمی است. شما را وادار میکنه که احساس وحشت کنید و حق هم دارید که چنین باشه، چون هر چیزی در زامنی رشد میکنه که میتونه هر کسی رو بکشه. این باغ محل نگهداری 100 نوع گیاه سمیه که هر کدوم میتونه قلب شما رو از کار بندازه. آبرویی که روی دروازه آن کشیده شده گویای همه چیزه. کارگرانی که در اونجا کار میکنن باید کت شلوار بپوشن. این گیاه علف خوک غول‌پیکر نام داره که میتونه لایه‌های پوست رو بسوزونه. این قطار در هانوی پایتخت ویتنامه که ریل اون از یه خیابون وسط شهر میگذره. قطارها ناگهان سرعت میگیرن و از میان خانه‌ها عبور میکنن. افراد جان خودو به خطر میندازن تا برای شبکه‌های اجتماعی سلفی بگیرن. این مشکل آنقدر زیاد اتفاق افتاده و مردم آسیب دیدن که راهن رو تعطیل کردن. مردم بر روی ریل قطار وای میستن. یه چیز دیوونه‌وار کننده تر میخوام بهت بگم. مکان در باراکاروبین وجود داره که شیطان نمیدونه چطور آدم‌ها از اونجا سر در آوردن. یه جای دنیا مردم به همچین جایی میرن و خودشونو نشون میدن. برای چنین افرادی این یک نعمته. بر فراز آبشار ویکتوریا در ارتفاع 107 متری که یکی از بلندترین آبشارهای روی زمین محسوب میشه، مردم آنجا شنا میکنن. واقعا میگم به معنای واقعی کلمه اگه اشتباه کنی خداحافظ. نمیدونم چطور ممکنه کسی به رفتن فکر کنه. در چنین مکانی هیچ مانعی بین شما و مرگ وجود نداره. در اینجا موانعی وجود داره و اونا تخته‌های چوبی روی پل است. پل حنان المعلق یکی از معروف‌ترین پل‌های دنیاه. برای آدمایی که دل بزرگ دارن در اینجا هیچ مانعی وجود نداره. پل در حال رقصیدنه و پله‌ها پایدار نیستن. باید حواستون کاملا جمع باشه. در میان سر و صدا در حال گذر هستی، زیرا پاییزه و این رگباریه که در وسط رودخونه میباره. اگه از این پل عبور کنی از ترس میگی چه غلطی کردم، ولی دیگه نمیتونی برگردی. اگه تا اینجای ویدیو خوشت اومده این ویدیو رو لایک کن و در ادامه با ما همراه باش. این فرودگاه خیلی خطرناکه، حتی برای کسایی که عاشق پروازن. شما باید سعی کنید در فرودگاه لوکل فرود بیای. باند فرودگاه هیمالیا بسیار کوتاهه و فقط 518 متره. خیلی عجیبه. این 10 برابر کوتاه‌تر از یک فرودگاه معمولیه. هر فرودی در اینجا به خودی خود یک ماجرا محسوب میشه و عجیبترین موضوع اینه که این فرودگاه هنوزم فعاله. خلبان در این فرودگاه مثل اینه که یک بازی پلی استیشن را روی یک سد بازی میکنه. این یه رودخونه عجیبه. آب اونقدر در این رودخونه گرمه که میتونه همه چیزو بپزه. اگه چیزی در آن بیفته آب به معنای واقعی در قلبش میجوشه. جنگل‌ها طوری به نظر میرسن که انگار دنیا در آتش سوخته. دمای این رودخونه بالای 100 درجه است و هر چیزی وارد این رودخونه بشه میپزه. یا آشپزخونه غذای دریایی در کنار رودخونه وجود داره. اونها همه چیزو میپزن. میتونی با آب این رودخونه چای درست کنی و حتی تخم مرغ هم برات آبپز میکنه. این یک رودخونه عجیبه که همه چیزو برق میندازه. تنها جایی که هیچ کس حتی به سوالش هم نزدیک نمیشه. پر از ماهی و جانوران دریایی خطرناکه. اینجا خطر اونقدر بالاه که حتی کسانی که مسئول نجات تو هستن نمیخوان به تو نزدیک شن. منظورم اینه که به هر دلیل برات مشکلی پیش اومد تنها میمونی. اگه در این رودخونه افتادی تصور کن دچار برگرفتگی شدی. خودتو شل کن و شنا کن تا بتونی نجات پیدا کنی، چون در اینجا کسی به دادت نمیرسه. این جاده مشهوریت و تمام شهرتش به خاطر مصیبت‌های کوهستانه.
آن جاده‌ای به طول 43 کیلومتره. قبل از اینکه بخوای از ترافیک این جاده شکایت کنی، خودتو به جای راننده‌های این جاده بذار. رانندگان این جاده بیشتر نگران رسیدن ایمن به مقصد هستند. آنها کی خواهند رسید؟ این جاده به جاده مرگ معروفه، چون سالانه جان 300 نفر رو میگیره. آیا افراد این جاده آرزوی مرگ دارن یا نه؟ جاده پر از پیچه و هیچ چیز مانع محافظ لبه ها برای جلوگیری از پرت کردن نیست، به غیر از شیبی که به 3500 متر میرسه. مردمی در اینجا خوش شانسند که از این جاده زنده بیرون بیان. دیوانه‌وار کننده است که زنده عبور کردن از این جاده اوج خوششانسی باشه. این سوراخ یکی از خطرناکترین سوراخ هاست، زیرا نزدیکترین چیز به جهنم روی زمینه. این مکان به معنای واقعی دروازه جهنم معروفه و دمای آن به 1000 درجه میرسه. موضوع از سال 1900 میلادی آغاز شد. گودال آتش به عمق 98 فوت و آتش از دهانه بیرون میریزه. این آتش در تمام سالها روشن و شعله‌هاش فورانه. اگه توی این گودال بیفتی چه بلایی سرت میاد؟ نظر میرسد مردم ترکمنستان با مشکل مواجهن، اما برای کسایی که عاشق ماجراجویی هستن مشکل چندانی نیست. مشکل بزرگتری به نام کوه اورست چالش نهایی و برای بسیاری از مردم آخرین چالشه. چالشی در زندگی آنان در ارتفاع 8000 متری سطح دریا، در منطقه‌ای که به نام منطقه مرگ معروفه. بلندترین و خطرناکترین ناحیه در کوهستان بدن انسانه. او نمیتونه به طور عادی کار کنه، زیرا بدن به معنای واقعی دقیقه به دقیقه، سلول به سلول از سرما شروع به مردن میکنه به خاطر کمبود اکسیژن و دما در این منطقه به منفی 90 درجه فارنهایت میرسه. بدن شما حتی یه دقیقه هم در این منطقه دوام نمیاره. عواقب آن برای هر کسی که درگیر شود فاجعه بار خواهد بود. اجساد در راه آن هستند، زیرا در طول سالها بیش از 300 کوهنورد در این تلاش جان خودشون از دست دادن. این جزیره اونقدر آزاردهنده است که میتونه شما رو دیوونه کنه، زیرا به بیش از 4000 نوع از خطرناکترین مارهای سمی آلوده است که در نزدیکی سواحل برزیل واقع شده و در 20 قرن گذشته هیچ کس مجاز به رفتن به اونجا نبوده. هیچ کس نمیتونه در اونجا توقف کنه و فقط یک نیش باعث خونریزی و مرگت میشه. این مارهای جزیره واقعا فاجعه هستند. در اینجا هر لحظه منتظر اینی که مار نیشت بزنه. خطرناکترین غاری که الان میخوام بهتون معرفی کنم غار ناتیپوتیویوتا نام داره که بازدید از آن ممنوعه و رسما پس از یه حادثه‌ای که در سال 2009 در اونجا رخ داده کلاً وارد شدن به اون ممنوع شده. داستان از اونجا شروع میشه که جان جونز تصمیم میگیره وارد غار بشه و با دوستش وارد سفر میشه. در ابتدا همه چیز خوب بوده تا اینکه جانز وارد راهروی غار میشه. بخشی از نقشه برای او شناخته شده بوده، ولی قسمت ناشناخته آنقدر باریک بوده که او به صورت وارونه وارد شکاف میشه. شکافی که تنها 25 سانتی متر بوده. جانز درون شکاف گیر کرده و تمام تلاشش کرده که خودش رو نجات بده. دوستش آرک وقتی میفهمه سعی میکنه او رو نجات بده، ولی متاسفانه به دلیل تنگ بودن غار تلاش او و حتی امدادگران بی نتیجه میمونه و جانز جان خودش رو از دست میده. قلب و غار همیشه بر او بسته میشه و جنازش در اونجا برای همیشه میمونه. اینجا جزیره نورا سنتینل در خلیج بنگاله و به هیچ کس اجازه نزدیک شدن با آن داده نمیشه. در سال 2018 یک آمریکایی به اسم جان تصمیم میگیره از اونجا دیدن کنه. او در این جزیره بعد از سومین بازدیدش دیگر بر نمیگرده و هیچ کس او را نمیبینه. حتی جسدش هنوز پیدا نشده. این ماجراجویی هم به پایان رسید. اگه خوشت اومد کانال ما را سابسکرایب کن و این زیر برام بنویس کدوم یک از این مناطق ترسناکتر بوده و تو رو وحشت زده کرده. مرسی.